بنابر گفته‌های برگشتگان، نیروهای امنیتی پاکستانی بر خانه‌های مهاجرین افغان هجوم آورده و اشیای قیمتی و پول آنان را گرفته و خودشان را زندانی کرده است. به گفته مسئولان، برای این برگشتگان سهولت‌های گوناگونی از سوی امارت اسلامی فراهم شده است، از جمله غذا، دوا، مکان، بود و باش، کمک‌های نقدی، سرپناه، لوازم مورد نیاز خانه و همچنان سهولت‌ها و امکانات برای بازگشت به مناطق اصلیشان از سهولت‌های محسوب می‌شود که امارت اسلامی فراهم کرده است. از جمله 550 زندانی افغانی نیز در این مدت از پاکستان آزاد شده و بر کشور برگشتند. مهاجرین برگشته از پاکستان میگویند که هنوز هم برخورد نامناسبی نیروهای پاکستانی با آنان کاهش نیافته است. بنابر گفته‌های برگشتگان، نیروهای امنیتی پاکستانی بر خانه‌های مهاجرین افغان هجوم می‌آورند و اشیای قیمتی و پول آنان را گرفته و خودشان را زندانی می‌کنند. در همین حال، امارت اسلامی افغانستان از پاکستان می‌خواهد که تا از آزار و اذیت مهاجرین افغان دست کشیده و بر اصل همسایه‌داری متحد باشد.